عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و صحتمند باشید. دوباره آمدیم در یک از جاهای بسیار دیدنی و خوبی در شهر ترناوت کشور بلژیک. اینجا منطقه خرودمارگ است. شما به تصویر می‌بینید آمادگی ها برای تعطیلات کریسمس و سال نو اینجا گرفته شده. شما میبینین تمام از درخت‌ها به شکل مصنوعی است که اینجا گذاشته شده. البته از طبیعی زیاد فرق نداره ولی کلا به شکل مصنوعی است. این درختایی که در اینجا هست و این قسمت‌ها کلا به شکل مصنوعی گذاشته شده. البته آبی که در اینجا هست اینا این آب هم این ساختگی است، یعنی واقعا همچین چیزی نیست ولی به شکل ساختگی است که اینجا آب میاد از یک قسمت اینا رو جور کردن خودشان و یک جای بسیار دیدنی و خوبش هست. کسایی که در بلژیم هستند در منطقه ترناوت هستند میتونن که از اینجا بیاین دیدن کنن. یک جای بسیار خوبش هست. درختی که شما می‌بینید در اینجا کاردای گذاشته شده، کاردای هست که مردم آرزوهای سال نو خود نوشته میکنه و یا اینکه اتفاقاتی که در سال گذشته بر ازنا افتاده اونا نوشته میکنه. بعد از اینکه تعطیلات اینا تمام شد باز اینا رو توسط یک بالون به آسمان میفرسته. یعنی آرزوهای از اینا البته عنعنات رسم از اینا هم است که بعد او آرزوها یا چیزایی که اینا دارن اونا رو توسط یک بالون به آسمان روان میکنه میفرسته. من در اینجا از آرزوها و کارهای اتفاقات سال گذشته خود که اتفاقات بسیار خوبی در زندگی افتاده اون رو نوشته میکنم و اینکه آرزوها و پلانا و آرزوهای برای سال نو دارم سال 2024 من اینجا نوشته میکنم ان شاء الله که برآورده شود. البته یک چی هست که اکثر از ما هست خور هست، این نوشته شده. شما میبینید اینا رو اکثرا نوشته شده و ما باید کارت را پیدا کنیم که اونا خالی باشه. در اکثر از این کارت‌ها مردم چیزایی که بوده اینا رو نوشته کرده. ما باید یک کارت پیدا کنیم که خالی باشه. دیگه نمی‌فهم کارت خالی پیدا میشه یا نمیشه. کارت پیدا کردیم که تقریبا با خالی است. در اینجا آرزوها و پلانایی که برای سال 2024 مدارم اینجا نوشته میکنم که اینجا یادگار باشه. بعد اینا رو توسط یک بالون میفرسته. خب دوستان نهایت عزیز، ممنون تا این لحظه با ما بودید. این ویدیو کوتاهی بود در مورد آمادگی ها برای تعطیل از سال نو منطقه خرودمارگ کشور بلژیک. برای حمایت از ما لطفا از این پایین دکمه سابسکرایب را فشار بدید.